ربطی به دین و مذهب و اعتقاد و این داستانا نداره قضیه شوک‌گذاری که تو پیج مخصوصا جوان‌ترها در موردش گارد گرفتن، میگفتن مثلا دکتر از تو بعید بود. اصلا بذار اینجوری بگم، اسم شوک‌گذاری رو بردار. تو تا ندونی در زندگی چی داری، چی رو میخوای بهتر کنی، اینجوری بهش نگاه کن. دوباره تکرار میکنم، تا متوجه نباشی که در زندگی چی داری، چی رو میخوای بهتر کنی، مثلا اسم شوک‌گذاری ازش بردار که روش حساس نباشی. شوک‌گذاری کردن برای حال کردن خدای متعال نیست که اون حال کنه که تو شوک‌گذاری میکنی چه بنده خوبی، برای اینکه تو متوجه بشی که اولا در زندگیت خیلی از منابعی که بقیه ندارن در اختیار تو هست که با همونو حرکتت شروع بشه و در قدم بعدی چیزایی که داری و میخوای بهتر بشن و مغزت بهتر متوجهشون بشه. پس شوک‌گذاری 2 تا کار میکنه. قدم اول، منابعی که در اختیار داری مشخص میشه برای ذهنت و ذهنت متوجه میشه که با همینا میشه حرکت رو شروع کرد. در قدم بعدی، منابعی که در اختیار داری اگر بعضیاش کمه یا ناقصه، باید اونا رو بهتر بکنم. پس شوک‌گذاری کردن تمام فایده و نفعش برای زندگی خودته، نه برای اون بالا سری. اگرم با اسمش مشکل داری، اینجوری بهش نگاه کن.